و شبگذرانی در مینای هم واجب است برادرها. با امیدی توافی افاظه گفته مینای از دست نتیتان. کسی مینان اکثری شبگ نمیگذراند و گوسفند قرضدار میشد. کسی سنگ نمیزند و گوسفند قرضدار میشد. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه گفتند که کسی که یک عبادت حج را ترک کند، یک نسک را، مثلا سنگزنی یک نسک است، مینا شبخواه رفتن یک نسک است، مزدلفه بعضی ها رکن میگن، یعنی مزدلفه اختلافی است، بعضی ها واجب میگن. واجب باشد به خیر است، یعنی اگر کسی مزدلفه خواب نکنه یک گوسفند میکشد. لیکن اگر رکن گوین حجتون باطل میشه، مزدلفه کسی خواب نکرده باشد. ابن عباس میگن که کسی یک نسکی از نسک ها را نکند یا ترک کند، برای وی یک گوسفند واجب میشد که در مکه یک گوسفند میکشه. مثلا امروز سنگ نزدید، دینه هم سنگ نزدید، دو گوسفند میکشید. حتی بعضی علما یک دون سنگ نزند، 6 دون زند، هفتمش نزند و یک گوسفند قرضدار میشد. گفتیم برای همین حاجی ها با امید آمدیتون از راه دور احتیاط کنیتون تا اینکه حجتون حج شود. انا حاکم، حماد، اوزاعی، مالک، ماجوشون اینا گفتن که علیه دمون فی الحصات الواحده، یک تا سنگش کم غلطه در نی حوز به. بعضی ها 6 داخل حوز افتید، یک تاش بیرون، خیلی صدقه میتید یا این یا آن گفتگیان. لیکن من این عالمایی که نامبر کردیم گفتیم که گوسفند میکشید. 6 تا سنگش افتید درون به، یک تاش بیرین به افتید. همون یکته از دیگر پرتاد، اگر نپرتاد یک گوسفند قرضدار میشه. یک راهی دیگرش همین که رفته از نو زده